بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. برادری از افغانستان سوال نمودند که از پشتی امام هایی که جهمی هستند نماز خوانده می شود یا نمی شود؟ در مسئله جهمی ها همه علمای سلف اتفاق می کردند. یعنی اولا جهمی ها کیست؟ کسی که الله را در بالا نمی داند، این اصول جهمی را گفته و جهمی است. و دوما کسی که کلام الله را مخلوق میگوید و غیر از مسائل اعتقاد جهمی. کسی که جهمی باشد، همه علمای سلف اولا گفتیم اجماع کردند که جهمی کفار است. چه خیلی که حرب ابن اسماعیل کرمانی در سنه و اینچنین ابو حاتم الرازی، ابو زرعة الرازی در کتاب اصل السنه و اعتقاد الدین که ابن ابو حاتم به اجماع نقل میکنند و هم میگند همه علمای سلف عقیدهشون همین بود که الجهمیه کفار، جهمی ها کفار هستند. و روایت از کتاب سنه لعبدالله احمد ابن حنبل مجله یکم صفحه 103 102 103 بود که احمد ابن حنبل رحمه الله میگن که لا تصلوا خلف الجهمیه صلاة الجمعه والجماعه، از عقب جهمی ها نه نماز جمعه و نه نماز جماعت نخوانید. پس این مذهب سلف صالح بود که جهمی ها را تکفیر میکردند و از عقب اینها نماز خواندن را میگفتند که درست نیست، صحیح نیست. پس از عقب جهمی ها نماز نخوانید.